بابا جان بابا جان بابا جان دخترم با تو چی شد؟ هیچ گپ نیست آرام شو آرام شو آرام شو دخترم شما بردید گفته فکر کردم آرام شو هیچ چیز نشده است هیچ چیز نشده است نبارید بابا جان خواهش میکنم تمام آرام شو آرام بابا جان سلین سخت ترسیدم بسیار سخت ترسیدم که بابایم وفات کرده است شوهر کن گفتنهای بابایم تا حال از گوشم نمی رود باور کن که تو رو نغز میفهمم سلین بیچاره ماندم نمیدونم چی کار کنم حیرانم یگان کس را باید پیدا کنم اما التماس فقط چقدر نگوی که برداشت کرده نمیتوانم نمیدونم فکر کردم لیکن نمیدونم آیا میشود یا نه چی بوده است؟ یعنی یگان کس قبول میکرده باشد چی قبول میکرده باشم؟ سلین التماس برو گپ زن بابایت خورسند شود بس نیست توی سوخته برپو سلین نمیدونم آیا میشده باشد ها بیا از نزدیک صحبت کنیم مالش میایم توی سوخته برپا کن تنها برای خورسندی بابایت زهرا معقول نشد زهرا تو کجا شدی؟ زهرا ای خدا زهرا در اینجا چیکار میکنی؟ استاد یک سوال به یادم اومد شما با مسجد نآمدید من خودم نزد شما اومدم بسیار خوب کردی حالا میبینی پدرت نمرده زهرا رو خانه دار میکنه با کی؟ از کجا دانم لیکن چی نقشه دارد نه تولین جان چی نقشه داشته میتواند تنها توی نبیرش رو دیدن میخواهد نمیدانم توی نبیرش رو دیدن میخواهد و یا میراثش رو تقسیم کردن میخواهد معما فروخ از پدرت آهسته این موضوع را پرسید نمیشود فروخ باز به این کارش نقطه گذارد در اینجا امام چیکار میکند تولین جان پدرم همین طور شدنش رو میخواهد از دست من یگون کار نمیآید لیکن من مناسب نمیبینم چی میشود چیکار میکند آیا فکری ما یگون قدر ندارد تنها فکری خودش و زهرایش را میکند آیا تو ملیز و من یگون اهمیتی نداریم تو رو از کار آزاد نکند گفته از این خانه رفته نتوانستیم لیکن دیگر صبر کردن نمیتوانم بس است تولین جان جانکم کمتری دیگر صبر کن میدانی که عمرش خیلی کم مانده است
بابایم در کجا باشن ندیدید؟ با اون خونه رفتن. بابا جان بابا جان بابا جان با شما چی شد؟ هیچ چیز نه. برای چی پرسیده ایستاده ای؟ اگر آدم پیر شود به همه چیز ناچیز گریه میکرده است، چشم سیراب میشود. اگر همسالی من شوی بعد میفهمی. فکر میکنید که من به این باور میکنم؟ چیزی رو از من پنهان میکنید تا نگوید از اینجا به یگان جا نمیروم. فهمیدید؟ استاد یک سوال دیگر. هجری بحث اکنون یک سوال میپرسم میگویی و سوال باران میکنی. با خدا که مانده شدم. حالا باشد من از تو سوال میپرسم. تلفن داری؟ ها دارم. بسیار خوب. اینطور باشد و من تلفنت رو نمیدی؟ مرحمت استاد. با مفتی زنگ میزنم. تنها تو سوال نمیدی، ما هم سوال میپرسیم. متاسفانه گفتگوی خصوصی میکنم. بخشش. لبای؟ الو شوکت، این منم. تو کی هستی؟ توبه آخرین منم کی هستی تو؟ شوکت مرا دیوانه نکن، من کلس. شوکت برادر جان از آوازت نشناختم. تو در کجایی؟ چیکار کرده ایستاده ای؟ با من زود سیم کارت گیر و در آنجایی که مرا آورده بودی با آنجا بیا. مرا فهمیدی؟ تمام فهمیدم برادر. شوکت با دقت باش تا از قفایت یگان کس تعقیب نکند. برادر اینقدر وایمه نکن که دیگر به زنگ تلفنت جواب نمیدیم. تشکر. تا بازدید. مایلش خیر. شوکت شمایید؟ اوه اینقدر تیز؟ منم؟ با ما به قرارگاه بیایید. تو مانند کی باشی ها؟ ندانم به مانند کی باشم. من خودم را فکر نمی کنم زهرا. فقط بعدی مرگم تنها ماندن تو را فکر کرده غمگین می شوم. توی تو را ندیده مردن نمی خواهم دخترم. بابا جان شما غمگین نشوید. خواهرشتان عملی می گردد. اگر بار دیگر شما رو غمگین می بینم قسم می خورم که عموما آیله دار نمی شوم. فهمیدید؟ زهرا نمی خواهم به مثل اپت با شخص نالایق آیله برپا کنی. من چون این انتخاب را نمی خواهم. تو باید با شخص آیله برپا کنی که
آن شخص لایق خاندان ما باشد. بابا جان خاطر نشوید. حتما گفتگیتان برای این می شود. زهرا تو در دل کسی را داری؟ دارم. داری؟ لیکن دفعه گذشته نیست گفته بودی؟ نگفته بودم برای آن که آن وقت هیچ کس را دوست نمی داشتم. چون این خبر خوش را چطور از بابایت مخفی نگاه می داری زهرا؟ حالا چقدر خرسند شدم تصور کردن نمیتونی آن کی باشد ها؟ زود میخوام که شناس شوم. اعتراض قبول کردن نمی شود. بابا جان حتما شناس میکنن، وعده میدهم. من باید روم برای آن که سلیم مرا انتظار است. تو را با لباس سفید میبینم. بسیار خوش است، بسیار خوش است. های های لای 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 من بردم. اکنون چی کار میکنم؟ صبح بخیر سردارم. تر نشوید گفته چتر آوردم. صبح بخیر. تو در اینجا چی کار میکنی؟ سردارم من برای یاری دادن شما اجازت گرفتم. تو چی گفتی استاده؟ یاری چی؟ اجازت چی؟ سردارم من برای دستگیر نمودن کلتا کیلس به شما یاری میرسانم. کیلس اون وقت از بیمارخانه فرار کرد که من در آنجا بودم. در این کار من هم گناهگارم. من خودم را گناهگار می حسابم و برای کمک کردن شما آمدم سردارم. برادر مادامی که تو اجازت گرفتی سرت رو در من نکرده به خانه را استراحت کن. خب سردارم من شما را تنها نمیگذارم. لیون کیلس از دست رفته است. زنم باشه مرا ترک کرده است. زود دم شو تا که قسم را از تو نگیرم. چی کار کردی؟ آن آقی پدر را کشتی؟ حیوان من به تو چی گفتم؟ نگفتم که او را کشتا بعد بیا. اکی کانون کشتنی بودم اما از بیمارخانه فرار کرده است. تا حال کسی او را پیدا نکرده است. حیوان نخواد یگان خویش و تبار و یا رفیق نداشته باشد. یک رفیق سنبوسه پس دارد. آن سنبوسه پس میمان ما می شود. چنگیز سگ‌ها چطور شکار میکنن میدانی؟ از بوی را که حس کردن تو را به شکار میبرند. از پلیس پیشتر او را پیدا کنید وگرنه من شما را نابود میسازم. دم شو! مرا فهمید اجری؟ فهمیدم استاد سوال آخرام بسیار مهم است. استاد مثلا در راه رفته ایستاده ای که یک دختر زیبا از پیشت میبراید و با او نگاه میکنی. خدا بخشد بعد شیطان وسوسه میکند باز نگاه میکنی. بعد باز نگاه میکنی. این گناه میشود استاد؟ خانم روز بخیر. یگان مشکلی دارید یاری دیدم؟ ماشینم کار نمی کند. فهمم. اگر اجازه دید من یک مرتبه از نظر گذارم.
شما با ماشین سوار شوید تا که با کار درآورید. آدم مسلمان با قطب شمال جنگ نمیکند. برای آنکه قطب شمال به نهایت خنک میباشد. نماز را باشد با وقت کشور خود رعایت کرده میخونیم. در اینجا زندگی میکنیم و نماز را با وقت اینجا میخونیم. یک مرتبه ماشین رو با کار درآورید. استاد من کمک اکثر وسیمه هستم، به همین خاطر تاکسی فریاد میکنم. 1 دقیقه خانم، حاضر. یک بار دیگر تکرار کنید. با کار در آمد. کار کرد. تمام، فکر میکنم که دیگر ویران نمیشود. به فکرم ماشین رو میدونید. کمتر. این برای من نه آنقدر مشکلی داشت. تشکر. سلامت باشید. به جای من کسی که نباشد حتما یاری میداد. نام من زیاد. زهرا. از شناسایی شدم. من هم. برای مهمان نوازیتون تشکر. بابایتون بسیار شخص خوب می باشد. خوش آمدید. میخواستم که برای وقت خوش آمدید بگویم، اما فرصت پیدا کرده نتوانستم. هیچ گپ نی. زهرا چه حال داری؟ اپا جان، خوش آمدید. خوشبخت باشی جونم. از آمدنت بسیار خرسند شدم. با اجازت شما من رفتم. شاد تشکر. باشید. زهرا این کی؟ ماشین ویران شده بود، به کار در آورد. اگر ماشینت ویران شود امام مسجد رو جغ میزنی؟ اپا شما بسیار شیخ هستید، یگان وقت نقل میکنم. هجری. استاد اگر در قطب شمال هجری با سوال دهی کمتر تنفس میدیم. اکنون رفتیم. تو چی حال داری؟ خوب هستی؟ من خوب نیستم، تماما خوب نیستم. یزنا تنها کلاس میگوید و خلاص. از این حالت من دیوانه میشوم. مرا یک سوگذار، تو چی حال داری؟ بابایم خوب هستند؟ بخشیش. سیلین لبه مایلش آمده ایستادم. خیر. اپا جان، سیلین زنگ زد. من یک کاری ضرور دارم، باید روم. مایلش بیرو. مایلش خوب. خدا یارت بود. هجری زودتر. یه تو سوس راه رفت استاده ای. استاد یک سوال بی نهایت مهم پیش آمده است. باز کدام سوال؟ بچه ها آموده شوید. تانی داملا چگونه انسان است نفهمیدم، فقط با جامعهش میگردم. من همین را میدانم که سله و جامعه تنها وقتی نمازخانی پوشیده میشود، لیکن استاد زیاد باشد با این سله و جامعه شب و روز میگردد. دوستم مقدس جامعه و سله نیست، دینمان مقدس است. دوستم میرج، تو مرا گوش کن. بسیار چیزهای دینی را تو خطا میفهمی. مرا گوش کن برادر. در دین ما نه مقام، نه لباس، نه وظیفه و نه کسب اهمیتی ندارد. بهترین انسان نزد خدا با تقواترین است. این از کجا بر اومد؟
як савол дорам устод. устод, масалан дар роҳ рафта истода ки як зани зебо мебарояд ва ба ӯ нигоҳ мекунӣ, баъд шайтон васвасаат мекунад, боз нигоҳ мекунӣ. саволҳои бемантиқро напурс. ҳиҷрӣ, ман ба ту савол медиҳам. марҳамат устод. сартарашхона дар куҷост? حالی جان بسیار خوب کردی که آمدی دیگر به خانه آن مرد نرو. ما با اونال جنگ کردیم. امروز نمیروم، همینجا میستم. بسیار خوب. مادام که یک و یک بار جدا شدن نمیتوانی، آهسته آهسته او رو از خود دور ساز. برای این گپ چشمانت خندان بودنت را نشان داده ایستادن یا اینکه برای جدا شدن قرار دادی؟ بابا من اونال رو دوست میدارم. حالی جان یک مراتبه خطا کردی. تو مجبور نیستی که تا آخر عمرت جفا بکشی. بابا جان مرا مجبور میکنید که من جدا شوم، لیکن زهرا را باشد مجبورن خانه دار کردن ایستاده. این رو چقدر فهمم؟ حالی من آن چیزهایی را میگویم که شما دیدن نمیتوانید و در این سن و سال چیکار کرده ایستادم بسیار خوب میدانم. فهمیدم، اما مجبور خانه دار کردن هم درست نیست. دوست داشته ندارد. دارد. زهرا؟ لبه اپا جان، دوست داشتد کی باشد؟ شما در نزد بابه مسید اپا جان؟ بله. فهمو. چی فهم؟ هیچ گپ نه اپا جان، بعد صحبت میکنیم. اگر نوبت با من بیاید همیشه بدتر میگوی. اقلا دوست داشتن یا نداشتنت رو بگو. الو، آوازت نامده ایستاده است. هست. برای چی به من نگفتی؟ اپا جان اول با بابایم گفتم، به شما گفتن میخواستم لیکن فرصت نیافتم. خیر وای کی بوده است؟ اپا جان بدتر گپ میزنیم، حالا نمیتوانم گفتم کو. اگر شما همین خیزیت پرسیدن گرید تماما نمیگویم. فهمم؟ مایلش خودت رو احتیاط کن. داشته است. من به تو نگفتم. وای کی باشد؟ دانستن میخوام. من هم دانستن میخواهم. یک تای دیگر تیار کنم؟ زلم جان تشکر. اگر زهرا بیاید میرویم. فهمم. سلام سلیم. سلام آقای چغتای. چی حال داری؟ شکر خوبم. انشالله که لایحه تا وقت شناسایی آماده می شود. البته می شود. زهرا در کجا؟ زهرا نیست، امروز نآمد. ما هم کمتر پس می رویم. چیگاه؟ استاد باز با وسوسه شیطان گرفتار شدم. برای یک زن نگاه کردم. تو با کجا نگاه کردی؟ با یک زنی که از راه میگذشت. پسر برویم نگاه میکنی و ریشت خوشرو شده است نمیگویی. برای چی با زنها نگاه میکنی؟ یا تو بدنیت هستی؟ شما بسیار زیبا شدید. تشکر هجری. پیش درو. مرحمت خانم. بخیر است آقای چغتای؟ کارهای گفتم رو کردید؟ کاری نیست که بهری تو نکنم. خودت میدونی. چنین صحبت ها به من خوش نمی آید. خودتان میدانید. یک چند کار رو یک جای کرده ایستادیم. اینجا بودن من طبیعی است. به فکرم امروز در کار یگان مجلس نیست. زهرا به زنگ‌هایم جواب نمیدهی. از همین سبب مجبور میشوم که تو را در اینجا انتظار شوم. التماس مرا فراموش نکن. با اجازت شما من کار دارم. زهرا به من فرصت ده. فرصتی چی؟ فرصتی چی؟ گوش کنید. من با شما بغیر از آیدی کار دیگر موضوع گپ زدن ندارم. اگر این طرح دوام دهید آیدی کار هم گفتگو نمی کنم. خوش آمدید.
چای نوشیدن میخواهید؟ عزلیم نمیخواهم. سلین وقتی با من گپ زدند آقای چغتای در همینجا بود؟ زورو جان اگر در اینجا می بود حتما به تو خبر میدادم. وای اومد تو رو پرسید و برگشته رفت. در اومدگاه مرا انتظار شده است. نه خود کمتر وایمه بد کرده است. اوی من تو رو نمی بیاید گفتم. کاش که اومدنت رو میگفتم. اوی من دروغگو شدم. هیچ گپ نی. بیا به یگون جای فراغتی میرویم صحبت میکنیم. سلین من یک کار کردم. چی کار؟ با بابایم و اپام گفتم که دوست داشته دارم. بسیار کاری خوب کردی. این زینه اولی اولادور شوی می باشد. رفتیم این رو جشن میگیریم. شوخی کرده ایستاده ای؟ نه جدی افته ایستادم. چی خیل نمیشناسی برای خبرگیری کیلاس با محبس اومده ای در حجت ها قید شده است. کماندیر برای چی یک بار عصبی شده شما؟ من نگفتم، آخر خودم گفتم که برای خبرگیری آمدم. اگر گناهکار بودنش رو میدونستم نمی آمدم. ای بچه اگر گناهکار نمیشد به محبس محکوم نمیشد. کماندیر شما در حقیقت عجایب آدم بوده. نخواد یگون بیگناه در محبس نباشد. کریم نیمش بیگناه است. خب کن. خب شوکت مرا مشغول نکن. به دستگیر نمودنی کیلاس کمر بستم میفهمی؟ برای دستگیر کردن تو هم کمر بستن نمیخواهم. کماندیر شما پرسیدید من جواب دادم. کماندیر من او را راستیگم اونقدر نمیشناسم. یعنی چی دروغ گویم بابا یگون رفیقگری دارم. از محل ما است تمام. یگون صمیمیت ندارم. چی خیل صمیمیت ندارد؟ او برای تو ماشین دزدیده است. ماشین بسیار زیبا بود. کماندیر خدا زند که ماشین دزدی بودنش رو نمیدونستم. وقتی که از خانه من طلاها رو دزدید. چی؟ طلاها رو نیز دزدیده است؟ چی کیلاس؟ نه کماندیر شما خطا فهمیدید. طلاها را زن شونده هم دزدید. لباسایش رو میشستم خوراک میپختم اما او چرا مرا ترک نفهمیدم. کیلاس در کجاست بگو؟ کماندیر به خدا که من نمیدونم. اگر میدونستم به خدا که میگفتم. سردارم چی؟ من الکی او رو پرسیدم. او نمیدوند کیلاس در کجاست. کی پرسیدی؟ پرسیدی؟ دیروز پرسیدم. تو نمیدونی کلتا کیلاس در کجاست. پس گیر چای نوش. تو کی میباشی که آدمان رو از پرسش میگذرانی؟ تو کی اگر باری دیگر با کاری پلیس دخالت کنی تو را به محبس روان میکنم. رفت برو. کماندیر جان چخیلی که برادر گفت من هم نمیدونم. با اجازت شما من هم روم. شوکت به گناهکار یاری رساندن و همکاری کردن گناه است. با خبر باش. بله میدونم در قانون ترکیه گناهکار را یاری دادن جنایت است. به خدا اگر میدونستم که از محبس فرار میکنه برایش نان کلچه نمی آوردم. سردارم کلتا کیلاس از محبس فرار نکرده است. از بیمارخانه فرار کرد. دفع شوید زود دفع شوید. روید. سردارم کیلاس دفع شو. عصبی کردید. سردارم همیشه گناهکارها رو خودش تنها دستگیر میکنه اما کلتا کیلاس رو یک جای دستگیر میکنه. برادر تو کیلاس رو تا چه اندازه میشناسی؟ از وقتی در محبس بود. چی شد؟ میخواهی درباره او به تو معلومات دهم؟ البته میخوام. یک دقیقه نویس. کلتا کیلاس را اگر دیدن خواهی دیدن نمیتوانی. بیهوده آواره نشو. یک دقیقه نمیشناسم گفته ایستاده بودی. من هم او رو مثل تو میشناسم. برادر تو با آدمی نیک مانندی. حیات کوتاه میباشد. وقتی قیمت از رو بیهوده صرف نکن. روی استراحت کن تا بازی. نمیدونم. با سخته کاری بابایم را فریب کرده نمی شود. میدونم. لیکن بابایت شد می شود. تا میفهمد که در اینجا مقصد خرسند کردنی بابایت می باشد. تو گفته ای که دوست داشته داری. دیگر علاج نداری.
برای همین مجبوری. گفتم لیکن زورو جون، اویدی ساخته اویله برپا کردنت کسی درک نمی‌یابد بغیر از خودم. هجری امروز آدم بسیار شده است. امروز نماز جنازه است استاد. جنازه؟ اکای نجمی وفات کرده است. نجمی کیست؟ شما او را نمیشناسید دامولو. مرحمت دامولو گذاره. نه مرحمت، جای من خوب است. دامولو نماز جنازه را میخواند، برای همین گفتیم. من میخوانم؟ البته دامولو. اینجا بیا. سیم کارت بشیناسنامه لازم. پول. به پول سخنت اثر ندارد. حالی که تو داری مرا مجبور نکنید. نماز جنازه شخص ناشناس را نمیخوانم. من این کار را نمیکنم. هجری، آیا تو این مرده را میشناسی؟ بله میشناسم. اگر شناسی مرحمت نماز جنازه را تو بخوان. دامولو این خیلی کار نمیشود. آقای ایراد به هر گفتم نه استاد نه گفته اعتراض میکنید. مثلا این اهمیت کلان دارد. هجری پسرم رو میشناسی؟ میشناسم اما پیش گذر، جماعت انتظار است. کنه پیش گذر، نماز را خون. رفتیم. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. آن مردهایی که من میشناسم در بینشان یگان شخصی باورناک پیدا نمیشود. برای چی نمیفهمی؟ جنگ بچه خوب و دلسوف است. باز احوال تو رو فهمیده میتواند. جنگ بچه خوب است اما بسیار ساده. سیر داشته نمیتواند، همه‌اش را فوش میکند. این ساده وای بدنیت دیگرها به تو عاشق. زورو چیکار میکنی؟ من چیکار کردنم را نمیدونم. این فکر تو است. از من پرسیده ایستادی؟ بله از تو پرسیده ایستادم. من تو را نمیفهمم. جنگ ساده است اما برای چی انیل نمیشود؟ انیل نمیشود برای آن که او به من عاشق میباشد. با چی عاشق است؟ وقتی کسی این کارو میکند نباید به احساسات داده شود. اگر به انیل روی خوش نشان دهم رفته به بابایم میگوید اون وقت من تمام. استاد برای شما از مالینا تورت تیار کردیم. مرحمت. تورت از مالینا؟ بله بسیار دوست میدارم. این طور باشد استاد. مرحمت دارید. مرحمت. استاد خوش آمدید. تشکر. تشکر استاد. خیریت که دعا کردید او گرفتاری بلای گردید. من یگان کار نکردم. استاد دعای شما گرفت. من ناگهان شد. نامش را گرفتیم آمد. شیطان صفت. تشکر. زهرو یافتم. با خدا که یافتم. چی یافتی؟ تنسل جفتی تو است. او از اوده این کار میبروید. تنسل کی است؟ چی کار کرده ایستاده ای؟ الو تنسل؟ چی؟ یک ثانیه. با تو نگفتم. تنسل جان چه حال داری؟ خدا از تو راضی باشد. این مشتری اعتباری ندارد. الو با کی گفته ایستادم؟ بایلش تو بازدید؟ آمده ایستاده است. کی می آمده است؟ تنسل کمتر پس حاضر می شود. سلین تو دیوانه شده؟ ناپرسیده برای چه زنگ میزنی؟ آدم یک مرتبه از هم صحبتش میپرسد. تمام من رفتم. خیر صحبتی خوب. زورو جون ایست. بشین آرام شو. التماس بشین. در اینجا که خدمت میرسوند.
الو با کی بگویم؟ рафта бин одам бар ин шикамашро сер кунаду равад дар назди устод айб аст. барои чӣ ба ин миз хизмат расонда намешавад? агар апайму баро намебуд ҳеҷ вақт назди ин миз намеомадам. ту ба берун биё, камакак суҳбат мекунем. биё ба ту гап надорам. лаънат баро рӯзе ки бо ту шинос шудам. гӯш кун, инҷоро зеру забар мекунам. мисли худат мекунӣ аҳволадро бубин нобакор ба дуои устод гирифтор шудӣ. устод? кадом устод? ба дуои ин ҳавоӣ гирифтор шудам? бо устод ин тавр рафтор накун, ноҳурматӣ накун. ту хаб кун, илтимос. муҳтарам бародарам, камтар ором шавед. یگیت نباید عصبی شود. استاد دعای بد کردن درست است؟ با استاد چطور رفتار کرده ایستاده؟ بی تربیه. از اینجا رو غم ندید، هیچ گپ نی. کبر و غرور آینده ندارد. او مرد بد نیست. در اصل یگیت خوب است. کمتر تنها مانده است. باید تنها نگذاریم. ما باید او را دستگیری کردنمان در کار. استاد التماس با من یاری رسانید. یگان دعای کنید که من از زمین خلاص شوم. دیگر طاقت ندارم. 3 بار خواهرم اینطور نمی شود. ما با کسی رو نمیگوییم. بیا میگوییم بیا یک جویا به بیرون رویم صحبت میکنیم. با همین تو هم آرام میشیم. بیا صحبت میکنیم. بیا رفتیم. بیا به بیرون. بیا خیری. زهرا اومد. آمده نتوانست. از پیش خدمت گذاشته نتوانست. برای چی خنده کرده ایستاده ای؟ نمیدونم. کی رو یافتی؟ خنده نکن. به خدا که شرمنده میشویم. سلام. خوش آمدی تنسل جان. چه حال داری؟ زهرا تنسل. سلام، من تنسل. زهرا خیلی شدم. من هم. من گرسنه هستم. یک دو چیز سفارش دادم. شما هم یک چیز میخواهید؟ نه تشکر. زهرا دوستی نزدیکی من است؟ بسیار خوب. برای چی برای سررسی موار جغ زدی؟ چه مسئله داری؟ میخوام زودتر بدانم. با او یاردم دادن در کار. ما باید به تو باور کنیم. من باور کنی میشود. سیر پنهان داشته میتوانم. همه آدم تنها میماند. حالا تو هم تنهایی، لیکن با اطراف نشون نده. دایمون داد و فیغان، هوای نمیق، گپ را کوتاه چی در داری؟ رفیق گرامی، اگر گلویت درد کند با دکتر رو. من امام باشم، نه دکتر. با دکتر گوش، گولی و بینی بیرم. انا دیدی دکتر خود با نزد بیمار می رفته است. خانم دکتر، ما آیدی بیناموسی سخن کرده ایستاده بودیم. بیار. تنسل ما به داماد احتیاج داریم، لیکن دامادی ساخته. من شما میشم. یک کالا بیار. کم در سیر خنده است. از سیمایش معلوم است. زهرا بتول دخترم بیو کاش در اینجا می بودی و کارهای شدگی را می دیدی. چی شد است مادر؟ کمی پیشتر نمی در اینجا بود. کمتر بیادبی کرد، لیکن
имом зиё саломат бошад бо забони ширинаш ӯро ором карда бурд. забони ширин моро аз хонааш баровардааст, ин ҳам ҳамин тавр шуд. духтарам, имом зиё аҳли тасаввуф мебошад. касе ки набошад биё мегӯяд. дар ин ҷо корҳои шударо мехостам ки бубинӣ. ман ҳам мехостам ки каме пештар дидаҳои маро медидед. вай муллои таърифиятон бечора намикро хафа карда истода буд. духтарам, ту чиҳо гуфта ин истоди? номумкин аст. бетулҷон, мумкин аст ки ба чашмат намуда бошад. суфиҳоро бисёр кас дар чунин ҳолат дидаанд. бобои худо раҳматият ҳам ҳамин тавр мегуфт. эҳ худоҷон, ба инҳо ҳақиқатро нишон биде. ман аз паси корам мешавам. бародар, симкарта овардам, симкарта. фаҳмидан як корро ҳал кардӣ, лекин пастар гап зан тавба. шавкат, ташаккур. симкарта ба номи ҳеҷ кас нест. ташаккур. аз қафоят ягон касро наовардӣ? не, бас кун. ӯ кист? маълум накун. тамом, ҳамаш ҳал шуд. кола ҳам супориш дод. бе ягон пурсиш ба ҳамаш розӣ шуд. селин маро бубахш, ба дӯсти наздикат айб шуд. ҳеҷ гап не зӯроҷон, вай ба айби худаш бинад. аҳволамонро бубин, зиёд хандидем, имрӯз оқибаташ бихайр шавад. асабам вайрон шуд. бародар, чӣ гапай фаҳмонед? дӯстони гиромӣ, ба шумо ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки дар баробари соҳибкор буданатон шуморо мебояд ки инсони масъулиятшинос низ бошед. аз шумо хоҳиш мекунам ки имшаб ба хонаатон рафта саратонро ба болишт монед ва фикр кунед ки ба сагҳои кӯча чӣ ёрӣ расондед. ба диққататон як ҷаҳон ташаккур. ченгиз, дар ин ҷо чӣ гап шудааст? ҳама ҷо пур аст, доғ шудааст. фаршро тоза кунед. аҳволаш чӣ гуна аст? ҳоло бо ӯ кор карда истодаем, насиб натиҷа мегирем. бори охир аз ӯ хун гирифтем. гирду атроф хун нашавад. тамом раис, парво накунед шумо. ҳарчӣ гуфтам ҳамонро кун, ба ман ҷавоб надеҳ. ҳоли ӯ чӣ гуна аст? ӯ ҳама чизро қабул кард. агар ҳама чизро қабул карда бошад, бигзор равад. айб аст, ҷавоб диҳед ӯро. ресмонро кушоед. дафшав. ҳайвон, ту ин корро то ҳол наомӯхтаӣ. ба охират равад гуфтам. парвардигоро нигаҳбон бош моро. шавкат, ба ғазаби худо дучор шав. ба ту нагуфта будам ки касе туро таъқиб накунад. астағфируллоҳ бародари азиз. ҳайвон, барои чӣ имомро овардед? шумо чӣ гуна бедин мебошед? нахуд одами диндорро ба чунин аҳвол гирифтор кунедон? шумо аз худо наметарсед? ҳамин гуноҳҳои худам ба ман бас аст. ба фикрам ҳал шуд. иншоалло ба воситаи ман шумо аз худо наметарсед? ҳамроҳи самбуса пас якҷоя будонам. дамшав! дастони имомро кушо. зуд! маешро ба устохона баред. домуллоро ҷавоб деҳ. худо хоҳад аз имҷараҳон намозаму мехонам, дигар намозаму тарк намекунам. бобои мулло, аз барои онҳо узр мепурсам. коргароҳи маро шайтон васваса кардааст. шумо метавонед равед. баред ӯро. як дақиқа. ӯро ба куҷо мебаранд? домуллои муҳтарам, мо ба ӯ якчанд савол дорем. намешавад.
ما برابر آمدیم برابر میرویم. آقا چی سوال داشته باشه در همین جا پرسان شوید. جایی کلاس بیناموس را با من میگوید او را زود جواب میدیم. شما پروا نکنید دامولا. نه التماس این طور نگوید، گناه است. غیبت گناه است. دامولا شما چی گفتید غیبت؟ یعنی انسان را از پسش غیبت نمی کنند. آقا جان وای آقای پدر ها ما را مجبور کرد که غیبت کنیم. ببخشید دامولای محترم. حالا من از شما یک چی میپرسم. شخصی که کلاس گفتید او با شما چیکار کرد؟ مرا پراند. به خانم در آمده مرا پراند. شما او را با چشمان خود دیدید؟ دامولا چی دروغ گویم یگان چیز را در یاد ندارم. اگر در یاد نداشته باشید برای چی او را گناهکار کرده ایستادید؟ شاید او شما را نپرانده باشد. دامولا پلیس همش را میداند. او را دستگیر کردن لیکن او فرار کرد. اما از من گریختن نمیتواند. آقا گوش کنید. رفیق من همیشه در قفای من صف میکشد و او را احترام میکنم. التماس از شما خواهش میکنم او را سر دهید. دامولا بخشش من این کار را کردن نمیتوانم. من باید قصاصم را گیرم. رفیق بیناموسی وای مرا معیوب کرد. حال مرا بینید دامولا. دستی من از کار مانده است. شما آدم خوب میباشید. با من به اینجا بیایید و گوشتان یک چیز میگویم. تشکر. شکر خدا. تو با آنها گفتی که من از آنگوی مسجدم من برای می سر زدن مرا. نه خرگوش رو نترسان گفتم. خرگوش رو نترسان چی معنی دارد؟ من از کجا دانم؟ من هم نفهمیدم. اکنون از برای توش من در بلا ماندم. اگر تو با آنها لازم شدی من میگویم که همیشه در نزد من بودی. آفرین به تو برادر، بسیار خوب کردی. رو خبرگشی کن آخه. برای چی؟ ای برادر مرا در شهر تنها بینن زنده به زنده گور میکنن. ای دیوانه هیچ گپ نه. من همیشه با تو میباشم. یا خدایا تو تماما دیوانه شدی. راست میگویی بیهوده خواطر شدم. کاری عالی جناب کردی. تو در نزد او بودی حتی تو رو نشناخت. این لباس های امامیت به خدا که سرناک هستند. هیچگاه اینها رو از سند نکش. شوکت سرزده اینجا لباس امام یگم علاقمندی ندارد. او خاطرش رو گم کرده است. تماما من رو نشناخت. برادر این طرفش رو فکر نکن. تو کار امامیت رو دوام دادن گیر. راحت باش. دوامش رو من حل میکنم. بے پروا گشتن گیر. تیز رو که نماز پیشی قضا نشود. خیر من رفتم تا بازدید. حاله حیاتم خانه نمیبیام. این چی گفتنی گپ؟ التماس کودک نشو. من کودک شده ایستادم؟ بله. اون آلمان خسته شدم. دیگر نمیخوام با تو بحث بکنم. جانی من هم نمیخوام که بحث کنم. تنها میخوام که خانه بیایی. من با تو نگفته ایستادم. نه بسیار خوب. این طور باشد خودم تو رو میارم. بیهوده خودت رو مونده نکن. برای اون که تو باید کلاس رو دستگیر نمایی همین طور. دستگیر می نمایم. خدا تو دستگیر میکنم میگویده. آفرین حاله. رفتار خوب کردی. برای پایمال شدن خود اصلا اجازت نده. شام بخیر بچه ها. سردارم پیرشکی تو حالا هم در همین جایی. ساعت چند شد؟ سردارم گوش کنید. کلت کلاس از برای بی‌مسئولیتی من شده از بیمارخانه فرار کرد. یعنی من در این کار گناهکار می باشم. دیگر هرگز به این خطاگی راه نمیدهم. سردارم اجازه دهید در دستگیر کردن کلت کلاس به شما یاری دهم. دف شو تا که زیر پا نشوی. دف شو. سردارم آخر دف شو گفتم. سردارم دف شو.
Заколка? Заколка? Заколка نیست. یا خدا کجا شد؟ در کجا افتیده باشد؟ در کجایی؟ این را جسته ایستاده اید؟ تشکر. خیلی منت دارم. سلامت باشید. در ماشین من افتیده است. از آن دخترتون است؟ نه، من آیله دار نیستم. از آن خواهرم باشد. عذر میخواهم. نمیدونستم. بسیار غمگین شدم. نه، خواهرم زنده است. تنها مدت زیاد شد که یکدیگر رو نمیبینیم. این طور باشد بسیار خرسند شدم. امیدوارم که باز میخورید با خواهرتان. خدا خواهد. تکرارم تشکر میگویم. خیر باشید. شبی خوش. بسیار شوخ بود. تا حال همین تا در یک جا ایستاده نمیتوانیست. درخت نیست که نچسبیده باشد، دیواره نیست که به بالایش نبرآمده باشد. میدونم. بسیار ملاقات بود. رسم میکشید که بسیار زیبا بود. پیانینو رو بسیار خوب مینواخت، لیکن امتحان ها را دوست نمیداشت. اگر امتحان شود راهی گریز رو پیدا میکرد و یگان کس مانع شده نمیتوانیست.
اگر در رو محکم کنی از دود برو میگریخت. در اصل کودک بسیار خوب بود، به یگان کس ضررش نرسیده است. آقای مدیر، خاطره هایتان را احترام میکنم، لیکن برای دستگیر نمودن کلاس به معلومات احتیاج دارم. احتیاج یگان شناسی یا یگان خشتبر ندارد. تا دمی که در اینجا بود یگان کس نه زنگ زد و نه به خبرگیری می آمد. بعدا چی شد نمیدونم. در سن 10 سالگی پدر و مادرش را از دست داده است. خودش را در خوابگاه اینجا جا گرفتیم و خواهرش را عائله برای تربیه گرفته است. تمام دانسته هایم همین است. این همه را کمی پیشتر به رفیق پلیس نقل کردم. رفیق پلیس؟ سردارم، یتیم بودن کیلس رو نمیدونستم. فکر کردم که اگر خواهرش رو پیدا کنیم بسیار ثواب میگیریم. همین رفیق؟ ها همین. من دوام دهید. چای؟ یعنی که شبچه پریودش توی نبورد. آمدم. لبا هجری مهمان دارید استاد. دوستی نزدیکتون رو به نزدتون آوردم. استادی عزیز. هجری این خیلی نمیشود. همه شناس های ما رو با اینجا بیاری کار خوب نمیشود. در آخر نتیجه این کار چی میشود؟ استاد این منم شاگردم. باور که در قصر زندگی داری. یک دقیقه. چی گپ شد؟ استاد گفتم دومولو زیاد به مسجد میاد انتظار شب، لیکن این کس انتظار نشد، گفت مرا به خونهش ببر. بله. هجری این رفیق از جماعت مسجدی پیشینه ما می باشد که من آنجا کار میکردم. سلامت باشد. این هم مثل تو سوالهای خوب میپرسد. مدت زیاد شد که واخورده نمیتوانی. معلوم است که سوالهای زیادی دارد. با اجازت شما. استاد میخوام از شما یک سوال پرسم. هجری تو در اینجا با قدر کافی سوال آوردی. برای همین حق سوال پرسی نداری. ها هجری تو اینجا کمی ما را انتظار شو. من با سوالهای برادر جواب میگردونم. مایلش استاد. تشکر زیاد برادر. مدیر با شما زحمت شد تو اینجا آمدید. تشکر گرده. هیچ گپ. سلامت باشید. سلامت باشید. اینجا بیا. سردارم با شما چی شد؟ گپ نزن. سردارم دستم درد کرد. گپ نزن. سردارم اینجا تکه کن. تو گپ رو نمیفهمی. سردارم برای چی عصبی شده؟ کیلاس خواهر داشته است، اگر پیدا کنه ثواب میگیریم. گفتم برای همین عصبی شده. تو چی گفتی استاد؟ این نابکار چی گفتی استاد؟ سردارم شما مرا خطا فهمیده. کیلاس جنایتکار میباشد، ما را دستگیر میکنیم و جزا میدهیم. من کارم را 100% خوب اجرا میکنم سردارم. نابکار؟ کدام کار؟ کاری تو پاسبانی میباشد. برای چی به کار پلیس دخالت کردی استاد؟ سردارم من اجازت مهنتی گرفتم. من به مهنت کاری چی کار دارم؟ غمگین نشوید سردارم. من وعده میدهم که برای دستگیر کردن کیلاس به شما یاری میدهم. احمق تو به خودت یاری ده. به ماشین سوار شو احمق. به ماشین سوار شو. دو شو. سردارم چرا شما همیشه مرا جنگ میکنید؟ به جایت چین. برادرم تو برای چی با اینجا آمدی؟ و دفعه آدمان کنان را از قفایت آوردی. این دفعه میدونی که پلیس اونال مرا کافتکاف دارد. بخشش که ناراحت کردم. برادری آدم اینقدر است. یک بار نمیپرسی که شوقت چه حال داری؟ برای چی اینجا آمدی؟ درست شوقت، برای چی با اینجا آمدی؟ برادرم به حرمت تشکر. وقتی توی کردیم قرضی بسیار گرفته بودم. آن زن بیناموس را وقتی که گرفتم تمام مال و ملکم فنا شد. جای کارم را از دست دادم. برادر گفته به نزد تو آمدم. تو باشی مرا چشم دیدن نداری. از خانه‌ات مرا بیرون میکنی.
гап дар куҷо будааст калта келас нафаҳмидам. ба фикрам ту ошиқ шудаӣ. ман ошиқ зуд ташхисҳои беасосро пешниҳод мекунӣ. аз гавҳараки чашмонат мебинам ки ту ошиқ шудаӣ. ин духтар кист? набираи оғои акрам. оғои акрам ки? соҳиби ин хона мебошад. раис. бас майли Шавкат, имшаб дар ин ҷоист. лекин пагоҳ чизу чоратро ҷамъ карда аз ин ҷо рав. ман худам то тайёр шудани шиносномаам дар ин ҷо мебошам. агар шиноснома бигирам зуд аз ин ҷо меравам. майлаш бародар. бори дигар ба ман бародарам нагӯ, устод гӯ. майлаш устод, шумо хавотир нашавед. як атрофро аз назар гузаронам. ту барои чӣ атрофро аз назар мегузаронӣ? рафте ман туро дар атроф давр мезанонам. инҷо бисёр зебо будааст. Шавкат, гӯш кун, даруни хона медароӣ ва намебароӣ. маҳкам кун. майлаш устод, зуд биёед. ҳиҷрӣ, ту дар ҳамин ҷо будӣ? устод, хостам ҳамроҳи шумо якҷоя ба масҷид биравем суҳбат кунем. биё, суҳбат кунон меравем. устод, якчанд савол доштам. савол наде, барои он ки сарам пур аз савол шуд.